سرخط مهمترین خبرها: یک ساکن پنجکن در جنگ اوکراین بی‌درک شده است. حمله به جشن یهودیان در استرالیا، شماره قربانیان به 16 کس رسید. با شروع از سال نو نرخ پتن در شهرهای کلان روسیه بالا می رود. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 15 دکبر سال 2025 است. برنامه را از یک خبری فوری آغاز میکنیم. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، یک قطاری که سوزشواری میکشان در ناحیه یاوان به صدمه دچار شده است. به دست رادیوی آزادی چند عکس و نوار رسید که در آن دیده می شود یک قطار چپه شده آتش گرفته است. کاربران با ارسال این نوار و عکس‌ها به رادیوی آزادی گفتند روز 14 دکبر در دهنه ناحیه یاوان بر اثر لغزش زمین راه ویران شده قطار به صدمه دچار شده است. هنوز معلوم نیست که این حادثه چه تلفات داشته است. خبرنگار رادیوی آزادی صبح 15 دکبر برای گرفتن شرح رسمی به کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان مراجعت کرد، اما تا این دم پاسخ نگرفت. ما کوشش میکنیم که تفصیلات این حادثه را دوامی روز برای شما پیدا کنیم. باید گفت که بخش اساسی سوزشواری مورد نیازی تاجیکستان طریق قطار آورده می شود. پیوندان لایق عادین‌زاده، یک ساکن شهر پنجکن، از بی‌درک شدن او در جنگ ضد اوکراین خبر دادند. شبنم عادین‌زاده، خواهر لایق 25 ساله، میگوید که این جوان ماه دکبر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده. از آن زمان تا حالا بینام و نشان است. این هم صحبت ما گفت در مدت 2 سال نمرده بودن برادرش را میگویند و نه زنده بودنش را. شبنم عادین‌زاده میگوید که حالا در مسکو است و منتظر پاسخ مقامات روسیه. هرچند به گفتش نمونه DNK هم سپارید، تلاش‌های او برای یافتن برادرش تا این دم به نتیجه بودند. به نقل این ساکن پنجکن، برادرش لایق عادین‌زاده 2 سال قبل با وعده زودتر گرفتن شناسنامه روسیه به جنگ ضد اوکراین رفته است. مقامات تاجیکستان درباره بی‌درک شدن این زاده جمهوری حرفی نمیگویند. جانب روسیه نیز خبری نداده است. جستجوی ریموت نشان داد که نام لایق عادین‌زاده در فهرست زرخریدان از تاجیکستان نیست. این رویخط را برنامه دولتی زیستن میخواهم در اوکراین تهیه کرده است و نام صدها زاده تاجیکستان را در بر میگیرد. با وجود گزارش‌های با تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمیدهند. بنابراین شماره دقیق آنها معلوم نیست. تعداد قربانیان حمله به جشن یهودیان در استرالیا به 16 کس رسید. روز 14 دکبر 2 فرد ناشناس در ساحل باندی سیدنی استرالیا به سوی جمعیت یهودیان آتش گشودند که مشغول تجلیل جشن هانوکا بودند. در ساعت‌های اول گزارش شد که در این حادثه 12 کس کشته شده و 29 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌های اخیر شماره قربانیان به 16 کس رسیده است و 42 نفر دیگر از جمله 3 کودک در بیمارستان هستند. یک حمله‌ور کشته شده، مهاجم دوم در حالت وزن به بیمارستان انتقال یافته است. به گفته شاهدان 2 نفر با لباس سیاه به سوی آدمان تیر پراندند. تیرپرانی قریب 10 دقیقه دوام کرده است. تیرپرانی هنگام تجلیل از هانوکا، جشن مذهبی یهودیان رخ داد. مقامات استرالیا این حادثه را تروریستی نامیدند. انتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، حادثه را دهشتبار و دردآور خواند. مقامات اسرائیل نیز حادثه را محکوم کردند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نمایندگان جمعیت یهودیان استرالیا گفتند با وجود هشدارها، مقامات استرالیا برای تامین شرکت‌داران چاره‌بینی تلاش‌های لازم را انجام ندادند. در همین حال شورای امامان استرالیا نیز این حمله را محکوم کرده و قربانیان حادثه همدردی کرده است. سال آینده نرخ پتن یا اجازتنامه کاری برای مهاجران در شهرهای کلان روسیه بالا می رود. با گزارش رسانه‌های روسیه، شروع از ماه ژانویه سال 2026 نرخ پتن برای مهاجران در شهر مسکو 10,000 روبل خواهد شد. امسال پتن در پایتخت روسیه 8,900 روبل ارزش داشت. همچنین از سال آینده نرخ پتن در شهر سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، از 6 به 8,000 روبل بالا برده می شود. سال 2026 ارزش اجازتنامه کار در یکاترینبورگ 9,500 روبل، قزان 7,940 روبل و در سیواستوپول 12,340 روبل خواهد بود. مسئولین در ولایت نوسیبیرسک هم گفتند که قیمت اجازتنامه کار 11% بالا می رود. از سال 2026 نرخ پتن در این ولایت 10,860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2,950 روبل بیشتر بوده است.
در ولایت ایرکوتسک مهاجران برای پاتنت به جای 10900 روبل باید 12231 روبل پرداخت کنند. قانونگذاران در کامچاتکا روز 28 اکتبر اعلام کردند که قیمت پاتنت از 9027 روبل به 13776 روبل بالا برده می شود. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پاتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پاتنت در روسیه کار کردن منع است و همه سال صدها مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. آیا کار در یک کارخانه برای تامین زندگی شایسته کافی است؟ در شرایط فعلی شخص در چند جا باید کار کند تا زندگیش را خوب پیش برده تواند؟ همکاران ما زرانگزی نوروزیا و شهلای عبدالله همین سوال را از ساکنان دوشنبه پرسیدند. پاسخ را با هم ببینیم. انسان قناعت کند شاید که تواند، لیکن خب از خودی آدم وابستگی دارد. یعنی اگر نقشه ها زیاد باشند ما میتوانید که با کارهای دیگر یعنی خیلی بهتر است که کارهای دیگر مثلا اما وقت انسان در انکشاف باشد میتواند که نه ما تلاش داریم که باز کار دیگر هم پیدا کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم. حالا در چند جا رسما در یک جا فعالیت میکنم، لیکن قناعتمندم هستم. خودم کار میکنم، کجایینم کار میکنم، دخترو کار میکنم، خودم کوارتر زندگی میکنم، فلاجینی وضع بینم. این بستگی دارد به جای کار، نوع فعالیت و صاحب کسب بودن یا نبودن خود همین شخص وابسته است. اگر یک متخصص خوب باشد البته میتواند هم کاری مناسب و هم معاش مناسب دست پیدا کنه. نه به فکر من باز یک ایلووگی کار در کار کمتر مشکلی ها هست. حاضر میدونید که نرخ و نواج خیلی کودکای با پا موندن در کار، خونوندن در کار بسیار به فکر من ایلووگی باشد بهتر. نه با یک معاش نمی شود، خصوصا مردها باید ایلووگی، خصوصا زن‌ها هم همین ایلووگی. من دختر میخوام ایلووگی با کار داشته باشم، البته ایلووگی بهتر میشد، شرایطت خوبتر میشود. ایلووگی بهتر. فقط یک جا کار میکنی؟ ها حاضر یک جا ممکن بود کار کردن، لیکن در کار ایلووگی در کار حتمی به فکر من حتمی. ما مکتب دو کار میکردیم، همین یک خودمو برده نمیتونستیم، خیلی شوهرمان قطعی یک جایه، یک عائله فرزندای برده میتونستیم. حاضر جوانا چند بسیار معاش باشد هم که وای میکند، فکر میکند که نقصتر است. ما قناعت میکردیم همین چیز بکی چند معاش باشد، به معاش هم کار کردیم وقتی 92-93 سالا. در آخر هنر کسی یگان هنر یاد گرفتن در کار، خانه بایم یگان کار کردن در کار دپالنیتلنا ایلووگی، یعنی دختی کرته های ملی داریم. نه صد برده مگزین داریم. کافی است با زندگیتون؟ بینندگان عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ می توانید در زیر برنامه نویسید. پس از آن که واشنگتن درباره امکان بیکار کردن تحریم‌ها علیه صادرات نیروهای مینرالی بلاروس سخن گفت، مینسک روز 13 دکبر ده‌ها زندانی را آزاد کرد. با گفته نمایندگان آمریکا، رسانه‌های بلاروس، سازمان‌های حامی حقوق بشر و مقامات اوکراین، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در عموم 123 زندانی از جمله بعضی از نمایندگان مخالفین را بخشیده است. در بین آنهایی که از زندان رها شدند، یک از رهبران اعتراض‌های سال 2020 ماریا کالسنیکووا و برنده جایزه نوبل الیس بیلیاتسکی نیز هستند. یک نماینده رهبری مخالفین بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا گفته است که همه محبوسان سیاسی رها شده سلامت هستند و بلاروس را ترک کردند. مقامات اوکراین گفتند که 114 زندانی رها شده از بلاروس به اوکراین رسیدند. 9 نفر دیگر به لیتوا رفتند.
جان کال، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در امور بلاروس، در شبکه ایکس از این اقدام ستایش کرد و آن را یک گام مهم در مناسبت‌های بین ایالات متحده و بلاروس نامید. بلاروس در ماه فوریه سال 2022 برای همکاری با روسیه در حمله به اوکراین با تحریم‌های شدید غرب روبرو شد. حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در چند مرحله ده‌ها زندانی را آزاد کرد، اما صدها نفری که محبوسان سیاسی دانسته می‌شوند تا حال در زندان‌های بلاروس هستند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 دکبر را فرا می‌گیرد. 15 دکبر سال 1997 در نتیجه افتادن هواپیمای تو 154 شرکت هوایی تاجیکستان که از شهر خوجند به شارجه امارات متحده عربی پرواز میکرد، 85 مسافر و هیئت خلبان‌های آن کشته شدند. تنها یک خادم هواپیما تصادفاً زنده ماند. 10 سال بعد این فاجعه در خلاصه‌های سبب سقوط هواپیما، یک کمیسیون تحقیقاتی امارات متحده عربی گفت هیئت خلبان‌ها قاعده درستی فرود آمدن به زمین را رعایت نکرد. این یکی از سنگین‌ترین فاجعه‌های هوایی در تاریخ تاجیکستان دانسته می‌شود. بر پایه یک تحقیق طبی و دموگرافی که دکبر سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان از میان بیشتر از 1 میلیون کودک 300,000 نفرشان کوتاه قد بودند. یک سبب جدی این حالت استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین بوده است. مشکل بینوایی و فقر یک سبب اصلی خوراک کم غذای عائله‌های تاجیک گفته می شود. میانه‌های ماه دکبر سال 2012 از آلمان به تاجیکستان دستگاه‌های تهیه شناسنامه‌های بیومتری وارد شد که برای تهیه پاسپورت‌های پیشرفته شهروندان این کشور به کار برده شد. تجهیزات در 36 مرکز شناسنامه‌دهی سراسر تاجیکستان تقسیم گردید و از سال 2013 در کشور نشر شناسنامه‌های بیومتری شروع شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115 سامان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 923 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.